پناهم بیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم باز داغستان اگر می رفتم رفت روی لحدش می مردم جوتا جنت راهی خراسان چنین ماهی خراسان چنان شاهی خراسان ببین بحری پناه آمدن در جام غم نوشیدیم دریا صفت جوشیدیم جان را بر تن پوشیدیم از دست چی از دست مرگ Oder die Hammer mitgebracht, das sind die Jungen associates in schon as good. Neki ho osori neko nomi neko fazandomi neko zora ins. دوستان وقتی گلی خار مرا یاد کنه یاد کنه 55 سال عمری با برکت دولتمند این 55 سال عمرشان برای ملت ما صرف شد. بسیار خدمت ها کردند. از تئاتر سید علی ولیزاده شهر کولوب سر کرده تا دوشنبه تا کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انسامبل دولتی فلک استاد دولتمند خودشان ساختن خودشان کار سر کردن دعای جناب عالی گرفتن و این مرد بزرگ برای ملت ما یک شخصیت عزیز بودند. جای اکاجان من خداوند جنت کند روحشان از ما و شما شاد باشد و نامشان در صنعت تاجیک در دل مردم تاجیکستان در دل فارسی زبانهای دنیا ابد زنده باشد. صد افسوس. همیشه به شعر بلند رو می آورد و شعر واقعی را ترغیب میکرد. بخصوص در ترغیب اشعار جاویدانه مولانا، حافظ، سعدی از شاعران امروزه در ترغیب شعر استاد لایق شیرالی سهم بسیار ارزنده دارد. یادش بخیر. استاد دولتمند خلف در دنیای صنعت در فضای بسیار وسیع فناوری در یک اقیانوس به پیدا کنار جهان صنعت خشتی بسیار مستحکمی را گذاشتند که چنین خشت‌ها را نخرد گذاشتن میتواند و مثل دولتمند خال شخصیت هایی که تمامی هستی و وجودشان را برای این کار بخشیده باشند انگشت شمارند و گمان میکنم که جای دولتمند خالی میموند. خدا رحمت و مغفرتش کند، آخرتش را آباد کند و باقی مانده‌هایش را در پناهش نگه دارد. فلک هم
در ماتم استاد دولتمند گریه دارد. دولتمند خلف فلک تاجیکی را جهانی کرد. به حیث عالم همین ساحه، پروفسور، دکتر علمی همین ساحه و اولین شده استاد دولتمند فلک را به نوت در آورد. این کار سهل و آسان نبود و امروز از روی دستور دولتمند خلف طالب علمان، مخلصان، هواداران این کسب بابایی علمی دولتمند را در جاده رشد و نموی فلک سرایی ملی می آموزند، از بر میکنند و مثل دولتمند استادهای برکمال خواهند شد. تعزیه عمیق عائله خودم کل همکاران خود را بیان میکنم. افسوس میخورم که 3 روز پیش من در بیمارخانه به عیادتش رفته بودم و صحبت ها کردیم و بسیار شوخی ها هم کردیم، هرچند که من احساس کردم که دولتمند وضعش ناجور است، اما مردانه همه این درد را تحمل میکرد و من بار دیگر قائل شدم که این خونیاگری اصیل ما در حقیقت از اون سرودهایی که ایجاد کرده است بر اشعار بزرگان و مثل مولانا، حافظ، سعدی واقعا برداشتی کرده بوده است که مردانه این درد را استقبال کرده است. خدا جایش جنت گرداند. غزل سرا، من فلک سرا، من برادری عزیزی ما دولتمند خلف که خیلی شهرت داشتن در بین تمام فارسی زبانان دنیا که احترامش میکردن و یک آوازی شیرداری خوش‌صدایی بود. روحش شاد، جایش جنت باشد، دیدار دیگر در قیامت. هیچ آدم گمان نمیکرد که مثلا همین خیل آدم، همین خیل حیف. من از تمام وجود، با تمام هستیم درد میکشم. یعنی ما یک بسیار ستونی به قوت هنر و فرهنگ مانه از دست دادیم و در این وقت چی گفته میشه؟ و همین که با استاد میگیم راهشان در این سفری که دارن خداوند بخیر باشه، عاقبت کار این دنیاش دیگه بخیر شد، عاقبت کار اون دنیاش هم خداوند جاش بهشت باشه و با بازماندگاش صبر و با تمام مردم تاجیکستان مثلا تحمل کردن این درد و صبر خواهانه. نسبت استاد سخن کردن بسیار مشکل است. همگان میدونم که در تمام جهان استاد عزیز ما رو همچنین هنرمند والا، هنرمند اصیل میشناسن و کمی هم باشد، فرصتی کمی هم باشد استاد برای ما هنرشون آموختن که ما دوام دهنده کار استاد باشیم. خداوند روحشون شاد گرداند و قبرشون پرنور گرداند، در حوض کمثر سیروا گردانده باشد. استاد گرامی من